بچه‌م سوی تبوکش در جونمون زدین خوب داریم. ای بچه بکش سویده برا کلدور دا بخونی و بکش بخون. ای زول کلنش. ای بچو خیزه نمازتون رو بخونی روزی و کار نمیکنیم گفته اخلا نماز نمیخونیم. نماز رو بخونین انشاءالله که خداوند رزق روزی رخلش میرسونه. ای اکت خونده ای رزق روزی بسیار شده با اون مونده. درست میگه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله السلام عليكم ورحمة الله. إنك لمن المرسلين على برادر و خواهرم اینجا را توجه داشته باش. مشکل داره به خاطر اینکه من و تو از جانب الله سبحانه و تعالی خطی نداریم. من و تو از جانب الله سبحانه و تعالی تأییدی نداریم که یک ثانیه بعد زنده هستیم. به این واسطه تأکید میکنم بینندگان عزیز و گرامی، همین که حالا خوابیدی چی میدانی که بعداً زنده این حالا خواب شدی به مرگ صغرا رفتی، آیا بعداً میدانی که پس دوباره زنده خواهی شد؟ دوباره به دنیا برخواهی گشت؟ دوباره تو آیا این امید را داری؟ آیا این اطمینان را داری؟ اطمینان بگم بهتره، این اطمینان را داری که دوباره به این دنیا برگردی؟ آیا اطمینان داری که یک ثانیه بعد زنده هستی؟ نه، هیچ کس از مرگ خود خبر ندارد، نمیداند. من چی میدانم که همین لحظه در پیش روی شما نشسته ام، لحظه بعد الله متعال نفسم را بگیرد در جلو روی شما از دنیا بروم. به والله قسم که نمیداند، هیچ انسانی نمیداند. خودتان هم میدانید، خودتان را هم میدانید که اطمینان ندارید. پس قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاید این مسائل رو توجه